لیمو یکی از میوه‌های محبوب و پرکاربرد هست. این میوه اسیدی با طعم ترش و خوشمزه است که معمولاً در آشپزی و نوشیدنی‌ها استفاده میشه. لیمو منبع خوبی از ویتامین C هست و برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفیده. همچنین لیمو میتونه به هضم غذا کمک کنه و در کاهش وزن نقش داشته باشه. مصرف لیمو میتونه به بهبود سلامت پوست هم کمک کنه، چون آنتی اکسیدان‌های موجود در اون به کاهش آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد کمک میکنن. لیمو خواص زیادی داره. یک، ویتامین C بالا. لیمو منبع غنی از ویتامین C هست که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنه و میتونه در پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا مفید باشه. 2، بهبود هضم غذا. لیمو میتونه به تحریک تولید آنزیم‌های گوارشی کمک کنه و عملکرد دستگاه گوارش رو بهبود ببخشه. 3، کاهش وزن. لیمو به دلیل فیبر بالا و کالری کم میتونه در کاهش وزن و کنترل اشتها مؤثر باشه. 4، سلامت پوست. ویتامین C موجود در لیمو به کاهش چین و چروک و لکه‌های پوستی کمک میکنه و پوست رو شادابتر میکنه. 5، سلامت قلب. مصرف منظم لیمو میتونه به کاهش فشار خون و بهبود سلامت قلب کمک کنه، چون پتاسیم موجود در اون مفیده. اینها فقط بخشی از فواید لیمو هستن. مصرف لیمو به صورت معتدل برای بیشتر افراد بی خطر هست. معمولاً مصرف 1 تا 2 عدد لیمو در روز میتونه کافی باشه. این مقدار به تأمین ویتامین C مورد نیاز بدن کمک میکنه و همچنین فواید دیگه‌ای مثل بهبود هضم غذا و تقویت پوست رو فراهم میکنه. البته اگر مشکلی خاص دارید یا دارو مصرف میکنید، بهتره با پزشک مشورت کنید.